سلام کیپاپرا، حالتون چطوره؟ حتما تا حالا اسم دوبوکی مشهور کره شنیدید که مورد علاقه خیلی از آیدلاست. امروز قراره با هم این غذای خوشمزه رو قدم به قدم درست کنیم. خب برای شروع آرد رو میریزیم توی ظرف، بهش آب اضافه میکنیم، آب جوش. همش میزنیم، گلوله گلوله میشه، دوباره بهش آب اضافه میکنیم، باز هم گلوله گلوله میشه. وقتی یک کم خنک شد با دست باید ورزش بدین تا یه خمیر یه دست به وجود بیاد. نمک رو اضافه میکنیم، باز هم نمک رو اضافه میکنیم، نمک رو باش مخلوط میکنیم. خمیر رو یه ذره تفت میدیم تا آب اضافیش کشیده بشه. خمیرمون باید طوری بشه که اگه بخوایم باش چیزی درست کنیم وا نره بعدش. همش میزنیم و باز هم همش میزنیم. مدت طولانی همش میزنیم. حتی تو ویدیوم طولانی افتاده. همطور که میبینید الان خمیر سفت شده و آماده است که کیک ها رو باش درست کنیم. به صورت استوانه‌ای کیک های برنجی برش میزنیم. حتما تا الان 1000 بار شکلش رو تو فیلم ها دیدید. چه خوشگل شدن. توی آب جوش باید بپزونیمشون. نه، میذاریمشون توی آب جوش که بپزن. بله. بعد از اینکه کیک ها پختن نوبت سس دوبوکیه. سیر، فلفل قرمز و سس سویا رو اضافه میکنیم. مقدار دقیق مواد رو میتونید از توی دیسکریپشن ببینید. چند دقیقه میذاریم که بمونه. اگه دوست داشتید میتونید نودلم اضافه کنید که من اضافه میکنم. پیازچی اضافه میکنیم. من بیشتر از حدی که توی دستور اضافه کردم. شما هر چقدر که دوست دارید اضافه کنید. کیک های برنجیمون رو اضافه میکنیم و میذاریم که سس به خوردش بره. سس چیلی که تو دستورش نیستش اگه دوست دارید اضافه کنید.
سوسیس و کیک ماهی هم میتونید اضافه کنید که من اضافه نکردم. این تخم مرغ هم که میبینید تو دستورش نبود خودم ریختم. پیشنهاد میکنم بریزید، خوب میشه. اینم دوبوکی ما. به به. یه به به دیگه. اگر از این ویدیو لذت بردین یادتون نره که لایک کنید و برای ویدیوهای بیشتر حتما ما رو سابسکرایب کنید. بای بای.